من امروز داشتم مطلبی میخوندم خیلی تکان دهنده بود. حضرت خواجه مجدد الفسانی رحمت الله تعالی میگه بعد از کفر بزرگترین گناه شکستن دل مردم هست، خواه مسلمان باشه خواه کافر باشه. حضرت مولانا دکتر عبدالحی رحمت الله تعالی علیه که از بزرگان معاصر هستن، ایشون میفرمان دل رو نشکنین، چون ممکنه اون دل محل تجلی خدا باشه، محل محبت الله باشه. گاهی وقتا دل یک مسلمان رو شکستن اینقدر سخته که اگر تیشه برداری به کعبة الله بزنی اینقدر سخت نیست که دل یک مسلمان رو بشکن. علمای ما حتی میگن یک مسئله فتوا هست، تقوا هست. اهل حق یک فتوایی دادن، اما تقوا چیز دیگه هست. به فتوا عمل بکنید ولی دل مسلمان رو نشکنید. دل مسلمان ارزشش از این خیلی بالاتره. اینجا به تقوا عمل نکردید، به احوط عمل نکردید، اشکال نداره. دل مسلمان به دست آوردن ارزشش خیلی بالاتره. امروز من شما ذکر، تسبیح، تلاوت ماشاءالله تو ما خیلی زیاده، خدمت دین تو ما زیاده، اما نگاه به این دلهایی که از دست ما داره میشکنه نمی کنیم و اصلا اینو گناه نمیفهمیم. حالا که خواجه مجدد الفسانی رحمت الله تعالی میگه بعد از کفر بزرگترین گناه شکستن دله. حالا دل عامه مسلمان ها به جای خود، دل پدر چقدر میشکنه از دست فرزند، دل مادر چقدر میشکنه، دل همسایه از همسایه چقدر میشکنه، دل استاد میشکنه، دل یک فردی که تمام زندگی رو وقف کرده برای رشد دین، برای تعالی دینی. گاهی وقتا میبینید دل شاگرد دل استاد میشکنه، فرزند دل مادر میشکنه. بعد تو اون جامعه میخواد خیری باقی بمونه، خوبی باقی بمونه. بعد از به جا آوردن احکام خدا بزرگترین عبادت محبت کردن به مخلوق خداست. یعنی کسایی که میخوان تزکیه نفس، اصلاح و خودسازی ادعا میکنن تو این میدان ما هستیم، اونا در رأس امور خودشون بعد از حقوق الله اینو قرار میدن که چکار کنن؟ مشکلات مردم رو حل کنن، لبخند رو به لبای مردم هدیه کنن، شادمانی رو به یک دل، تطیب یک قلبی بشه، دلجویی یک مسلمان بشه. این در رأس همه امورشون قرار داره. متاسفانه این از جامعه ما امروز مفقود شده. این رو اصلا مسلمان عبادت نمیفهمه.